دافنه هنوز بچه است. بچه خودتی. دست از سرم بردارین. دافنه کجا میری؟ شوخی کردم بابا. دافنه چه خبر شده؟ شما واقعا چیزی نه؟ آره عزیزم، جدن چیزن. چی میشه یکیتون احمق نباشه؟ مارال، تو هم واسه من قیافه نگیر وگرنه قسم میخورم چشاتو در میارم. دافنه خوبی؟ چیزی نیست. نریمان خانم، خواهش میکنم توی رفتارتون با بچه ها تجدید نظر کنید. بیا تو به جای من این درخواستو بنویس. از عصبانیت داره دست و پا میلرزه. زود باش. به ریاست محترم مراکز خدمات اجتماعی و نگهداری از کودکان بی سرپرست. این جانب خواهشمند است سوگل جرن که در پانسیون کوشیلو اقامت دارد به دلیل بی‌ارتباطی به خوابگاه دیگری منتقل شود. نریمان خانم این دیگه چیه؟ با یه وجب قدش داشت منو کتک میزد. شما هم رو ساغر دست بلند کردین. اومدن شکایتمو کردن؟ نه خیر، کسی به من چیزی نگفت ولی خودم شنیدم. نریمان خانم، این بچه ها دست ما امانتن، باید ازشون محافظت کنیم. همونطور که رو برد نوشتن باید بهشون محبت کنیم. دستمون رو برای کمک بلند کنیم، نه کتک. اینا دستی که برای محبت دراز بشرم گاز میگیرن. با گذر زمان تو همینو میفهمی. حالا برو اون نامه رو بنویس. نمی نویسم. اگر این نامه رو بنویسین منم میرم میشه ریاست مرکز و بهشون میگم که بچه ها رو کتک میزنیم. اون وقت به جای سوگل شما رو میفرستن جای دیگه. نمیتونی این کارو بکنی. اگه دوست دارین امتحان کنین ببینین. بیچارتون میکنم. خدا ازتون نگذره. هدیه بیا اینجا رو جمع کن. مگه صدات نمی کنم؟ دافنه تو از حرفم تو حیات ناراحت نشدی نه؟ نه برای چی؟ من که عاشق تو نیستم. دروغه. خودم میدونم. منم به خاطر اینکه میدونستم چیز کردم. مسخرم کردی. ببین تو جای خواهرمی. خب چون خواهر سرکان هستی طبیعی که خواهر منم به حساب میای. تو راحت باش، من با تو کاری ندارم. تازه هم تیپ منم نیستی. من از مردای بالغ خوشم میاد. نه بابا، یعنی چی بالغ؟ یکی مثل آقا توپراک. اوه خیلی بلند پروازی. مگه چیه؟ تو زندگی این چیزا طبیعیه. پسره احمق. روشو باز کنه.
همسرتونه؟ بیا بریم تو. نه، همینجا منتظر بمونی. اگه عمو کمال مرده باشه داداشم به خاطر من بی پدر شده. ایلول، اگه قراره یه پدر دوزا عوضی داشته باشه همون بهتر که نداشته باشه. با این حال به خواهر برادرم حقیقت رو نمیگم. بهشون میگم عمو کمال آدم خیلی خوبی بود. اینطوری به یاد بیارنش. تاکسی رو تحویل دادم، میرم پیش مهمت. میخوام اون چیزی که خوشت اومده بوده برات بخرم. اون گرون بود. از همسر و پسرم که با ارزشتر نیست. همسرت کار میکنه و زحمت میکشه. نمیذارم هیچ کم بودی حس کنی. قول میدم، قول. چی کار کنم؟ مامان خوبی؟ تو از کجا فهمیدی اینجا؟ خاله فاطیما گفت به خاطر چیز اومدی. اون بود؟ کمال من نبود. اون زنده است. مامان آروم باش، آروم باش. مارال، دوست داری عصری بیای خونه ما؟ مثل دوستای واقعی؟ آره، نگران نباش، به خاطر اتفاقای تو بوفه ازت عصبانی نشدم. ممنونم، به خدا منم قربانی سوگل شدم. بیا بریم بوفه، قهوه مهمون من باش. باشه بریم. دخترم فکر کنم مامانت اومد. مسعوده، چی شد دخترم؟ خبرای خوب بده. کمال من نبود. خدا رو شکر. تو چت شده دخترم؟ چرا رنگت پریده؟